پنجم لیگ جوانان تاجیکستان 2023 پشصف میان بازیگران تا 18 ساله 6 دور دیگر باقی مانده است. با گزارش هر دور رقابت‌ها جالب دیدنی و پرشده‌تر می‌شوند. از آن جمله دسته مکتب ورزشی شهر وحدت نیز تلاش دارد به قطار سگانه شامل شود. در دایره بازی‌های دور 12 فوتبالبازان مکتب ورزشی شهر وحدت مهمان دسته سوم مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزش شاهد به بازی‌های دسته‌ای گردیدند. رقابت دسته‌ها در میدان دویم ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردیده با حساب مینیمالی 1-0 به سود فوتبالبازان شهر وحدت خاتمه یافت. گل یگانه واخری را فوتبالبازان دسته وحدت در قسم دوم بازی وارد دروازه رقیبان نمودند. بلال سیدعلیف در دقیقه 56 با ضربه نشانرس خود از مسافت دور توپ را وارد دروازه دسته سوم مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزش نموده پیروزی را برای تیمش تامین ساخت. یادآور می‌شویم که این پیروزی برای فوتبالبازان دسته وحدت در لیگ جوانان تاجیکستان پیشرفت میان بازیگران تا 18 ساله پنجمین به حساب می‌رود. این تیم یک رقابت را مساوی نموده در 5 واخری دیگر شکست خورده است. دسته سوم مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزش شاهد به بازی‌های دسته‌ای باشد با شکست هفتم خود در مسابقه مواجه شد. لازم به یادآوری است که صدرنشین جدول عمومی لیگ پیشرفت میان بازیگران تا 18 ساله دسته استقلال به حساب می‌رود. امروز با دسته ارشد شهر دوشنبه بازی داشتیم. بازی را به حساب 1-0 غلبه کردیم. بازی خیلی مشکل بود. برای که به حساب 1-0 غلبه کردیم تا آخر بازی رقابت‌ها برابر بودند. ما تمام محنت خود را به خرج می‌دهیم که 6 بازی در پس مانده را به غلبه انجام داده به جای ارزنده مشرف کردیم. اینچنین در این دور صدرنشین جدول عمومی لیگ دسته استقلال با حساب 1-0 مکتب ورزشی نویه جلال‌الدین بلخی را شکست داد. آرزوی شهرینو یک گل به جواب به دروازه دسته یاوان زد. مکتب مخصوص ورزش ذخیره المپی شهر دوشنبه در میدان خود با حساب 1-3 از تیم روشن شهر کلاب شکست خورد.